در مسکو صدها نفر در مراسم ویدا با یوری لوبیموف کارگردان شناخته روس شرکت کردند که او روز 5 اکتبر در سن 97 سالگی درگذشت. الکساندر لوبیموف مؤسس تئاتر معروف تاگانکا در روسیه است و نمایشنامه‌های دیدنی را در آن به صحنه گذاشته است. لوبیموف را سال 1987 برای انتقادهایش از سیاست‌های فرهنگی اتحاد شوروی از حق شهروندی محروم کردند، ولی او دیرتر به مسکو برگشت و تا 90 سالگی به کارش در تئاتر ادامه داد. در شهر دنیپروپترووسک اوکراین مراسم ویدا با 21 سرباز برگزار شد که در جریان درگیری‌ها با جدایی‌خواهان طرفداری روسیه در ولایت دونباس جان دادند. این سربازان در جنگ‌ها در اطراف شهر ایلووایسک کشته شدند. این شهر طی چند وقت اخیر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی‌خواهان شد. در افغانستان 5 مرد را برای تجاوز گروهی 4 زن در ماه اوگوست به دار آویختند. این جنایت خشم مردم افغانستان را برانگیخت و جامعه طلب کرد که گناهکاران به قتل محکوم شوند. حامد کرزی در روزهای اخیر عهد ریاست جمهوریش در افغانستان حکم قتل این 5 مرد را تصویب کرد. یک مرد دیگر را برای قتل و بر اساس پرونده دیگر به دار آویختند. در شهر پیشاور پاکستان ده‌ها قبیله سالاران جمع آمده و از حکومت خواستند که به آنها برای هر چه زودتر بازگشتن به خانه‌هایشان در وزیرستان جنوبی کمک کنند. قبیله سالاران و دیگر مردم بیجا شده تهدید کردند که اگر مقامات به داد آنها نرسند در اسلام آباد پایتخت پاکستان تظاهرات می‌کنند. بعد آغاز عملیات نیروهای حکومتی علیه طالبان در ولایت وزیرستان جنوبی در ماه ایون تقریباً 1 میلیون نفر در این ولایت خانه‌هایشان را ترک کردند. در شهر سرایو پایتخت بوسنیا و هرزگوین 10 نفر از جوانان فعال با برگزاری چنین چاره‌بینی در آستانه انتخابات روز 12 اکتبر خواستند توجه را به مشکلات جوانان جلب کنند. در این چاره‌بینی آنها 50 مشکل عمده جوانان را نامبر کرده و تقاضا کردند که مقامات در پی حل همین مشکلات شوند. امکانات بهتر برای کار و تحصیل و همگرایی زودتر با نهادهای اتحادیه اروپا از جمله طلب‌های جوانان بوسنیا و هرزگوین بود. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان جشنواره فیلم‌های مستند درباره حقوق بشر به نام دنیای یگانه قرقیزستان شروع شد. در جشنواره امسال فیلم‌های مستند در موضوع حق انسان برای انکشاف و رشد از 10 کشور به نمایش گذاشته می‌شوند. جشنواره مذکور بار 8م است که در قرقیزستان صورت می‌گیرد و بخشی از جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشر به نام دنیای یگانه است.